جمع کن گوه خوردم جمع کن. سلام جناب. سلام بچه من. سلام. خیر باشه، کجا با این عجله چی شده؟ خیره بهت میگم. کیه؟ سلام منم. سلام بیا تو. بالا نمیام، یه دقیقه فقط سریع بیا پایین، میخوایم بریم جای کار داریم، عجله دارم. کجا؟ من دارم ناهار درست میکنم. بیرون یه چیزی میخوریم، فقط زود بیا پایین، من خیلی عجله دارم. باشه الان زود حاضر میشم. نمیدونستم تو آژانس شما. آخر جور نیست داداش، یه وقتایی مجبورم بیام تو آژانس کار کنم. شما که دیگه کارخونه دار شدی و ماشاءالله یادی از فقیر فقرا نمی‌کنی. نه بابا این حرفا چیه؟ همه انسانیم. ان شاءالله شما موفق باشید.